آقا سلام، خسته نباشین. خواستم برم هواز، از کدوم سمت برم؟ سلام عزیزم. بچه کجایی؟ بچه بندر عباسم، خواستم برم هواز. تو امشب مهمون منی، در خدمتم. امشب میریم خونه، شام میخوری، سرتو میذاری، استراحتتو میکنی، فردا حرکت میکنی میری هواز. از قربونه شما ثابت شده این به خدا عجله دارم. کا والا دور از ادبه که امشب بذارم بری، ولی الان که عجله داری چشم، نوکرت هم هستم. بریم نشونت بدم. از دکه چی میشه؟ بابا دکه رو ول کن. بودو بیا نمکر. داداش قربون معرفتت به خدا خجالت زدمون کردی داداش. بودو بیا مستقیم برو داداش هواز. قربون معرفت خود تو بچه ها خوزستان خیلی با معرفت. نوکرت هم مستقیم برو.